بفرمایین ملکه خانم. موضوع خانه را چی کردی؟ زهرا را به یک خانه دیگه برده میتونی؟ خب مادرم راضی نیست، اما ما او را قانع میسازم. چندین سال است که در او خانه زندگی کردم. البته که دوری مشکل است. پس زهرا تا وقت چی خواد کرد؟ تو وقت زنده خود ماند، میفهمی چه قسم امراش برخورد میکنن. گوش کن ملکه، آرام باش، ما او را از اونجا بیرون میکنم. کمی برم وقت بده. وقت نداریم آزاد، وقت نداریم. زیاد درد داری زهرا جان؟ نه خیر، کم سرم درد میکنه. غذا نخورده، شاید از همون خاطر باشه. من میرم برش غذا آماده میکنم، زود میارم. شما برش غذا آماده کنین، من یک بار دیگم دقیق زهرا را معاینه میکنم. درست است. میگه باز پای لخشید و از اینا افتیدی؟ نه خیر، ای بار سرم چرخ خورد. دیدی چشمت مشکل نداره دختره؟ دلت بد نمیشه؟ بسیار خوب. بعد از اینکه غذا خوردی برای دوای ضد درد میتون که آرام استراحت کنی. کوشش نکن زود را بری. درست است؟ درست است. شرکتی صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарик, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. راستی خانم ملکه چطور هستن؟ اونا خوب هستن؟ او زیاد به تشویش تو است. ای از تو از زهرا؟ بله، از طفولیت برم مانده. جوریش گم شده، پیداش کردن نتانستم. تو مرجان هستی همو تو نیست. ایره ملکه به تو روان کده. مرجان یک دقیقه. این جورابو از کجا پیدا کردی؟ چرا به ملکه دادی؟ چیزی را کسش گرفتی برش دادم. تو ظلم کردی. من نمیتونم. تو خاموش موندی. من چوب نمی باشم. اما تو هوشیار هستی و من دیوانه. اینو بگی. تو بسیار یک دختر مقبول هستی جانه. چند سال هستی دختره؟ 13 ساله. ملکه با تو کمک میکنم دختره. شما جدی هستین؟ چی شده؟ چرا تصمیم خودت تغییر دادین؟ هیچ چیزا نپرس. همیال پیش قصر بیا، زود باش. زهرا خوب است؟
خوب است، تشویش نکن، زود باش حرکت کن. درست است مادر، زنده باشین. زهرا زود باش، بلند شو دخترم. زود باش زهرا، زیاد وقت نداریم، بلند شو. هرچی میگم همون کار انجام بده. از این کلکین خونه میشه. کدام رای دیگه برای بیرون رفتن است؟ کلکینای اتاق طرف کوچه است. حال خوب به گپایم گوش بده، هرچی میگم انجام بده، درست است؟ حال برش نبرین، بیچاره استراحت کرد، کمی بخوابه باز برش ببرین. بیا بیشی جانان خانم، قهوه ما را بنوش. فاطمه به ما قهوه بیار. نخیر لازم نیست. تشکر، قهوه لازم نیست. تو هم بیا بیشی، بعضی گفتنیا دارم. بفرمایید. زهرا را چی شده؟ صحتش خوب است؟ خوب نیست، هیچ خوب نیست. خب بگو، او دختره چی شده جانان؟ اولی که چند روز نباید از بستر خود بلند شوه، یعنی فعلا نباید سرش کار کنین. بعد از او بسیار واضح فهمیده میشه که زهرا قسمی که شما میگین از اینا نفتیده، یعنی لطوکوب شده. او دختر بسیار زجر کشیده. باز چرا علی دیوانه شده؟ وسایل مشکنانه. نه خیر مادر، او کاملا خوب بود. برو یک بار بی بعدن باز برو. بیا تو هم به گپایی که میگم گوش بده. این گپا بسیار مهم است. باید متوجه زهرا باشین. اگه استراحت هم باشه بیدارش ساخته برش ما یاد بتیم که بونوشه. باید ازش پرسیده شوه که چی مشکل داره.
برو زهرا، برو دیگه به این قصر نیا. گفتم برو. چی شده مورو؟ درست است، صبر کن میایم. خانم ملکه، صبر کن. زود باش زهرا، زود باش. استاد شو، صبر کن. فرار نکن، کجا میری؟ استاد شو. خلاص شد زهرا، خلاص شد دیگه، نجات پیدا کردی. خب کجا میریم خانم معلم؟ اول به ایستگاه و از اونجا به استانبول. میترسی؟ نترس، تو در امان هستی. مثل گوایی که طرف ریل در حال حرکت میبینن سیل کردن ها؟ او را دستگیر کردن نتانستن ها؟ دویدم اما نرسیدم خانم عدیه. از قبل برنامه ریزی کرده بودن، موتر سرعت داده فرار کردن. دوران خو همگی تا هوشیار ساخته بود. حاله چی کنیم؟ سگی که نتانه نگهبانی کنه باید از رمه دورش کنیم. آقا سمی، اگه دخترت به این شهر و منطقه دل بسته و تصمیم بگیره که همیشه اینجا باشه، بازو وقت چی خواد کردین شما؟ ای گپ خو هیچ امکان نداره. تا وقتی که من زنده باشم ای اجازه را برش نمیتم. تو خو قسم میگی، اما یک روز عروسی خواد کرد. درست است که عروسی میکنه، اما از اینجا کسی را انتخاب نخواد کرد. تو خو میفهمی که من این موضوع چقدر اساس است آقا قدیم. پس بهتر است موضوع را تغییر بدی. نه ترس آقا سمی، اگه بخواه اینجا باشه در این قریه و تو شخص نیست که از گپ ما سرپیچی کنم. دوران که گوشایش کش کنه باز ارگز طرف دخترت سیلام نخواد کردن. بگو. احمق، من تو را به خاطر چی در اونجا موظف ساخته بودم؟ گپ نزن.
احمق بیلیاقت دانتا بسته کن. چی شده بچم؟ زهرا از خانه فرار کرده. کدام کسی کمکش کرده؟ کی جرأت کرده این کار کنه؟ راستش یک نفر با فکر میآید، اما نیک بالای ملکه شک داری؟ او هیچ قسم یک کار نمیکنه. اینقدر هم از حد خود نمیگذره. ملکه خو یک استاد است. خطر از دست دادن مسلک خود قبول نمیکنه. اگه مطمئن هستی زنگ زده بپرس آقا سمی. میشه ببینی کی زنگ زده؟ پدرتان زنگ زده. قطعش کو زهرا. شاید خبر شده که ما فرار کردیم، از این خاطر برای ما زنگ زده. حتما نمیشنوم. شاید ملکه تا امروز رفتار غیر منطقی انجام داده باشه، ما را جگرخون ساخته باشه، اما با فرار دادن یک طفل فکر نمی کنم. دختر ما قدر به عقل و به منطقم نیست. امکان نداره این کار کرده باشه. پس بهتر است رفته خود ما ببینیم. ناق گناه خانم ملکه را به گردن نگیره. هر چیزی که شبه به خیر ما خواد بود، خدا جگرخون نساز. نه خیر، هر قدر کوشش میکنم نمیشه. مادرم قناعت داده نتونستم. امرای ملکان وعده کردیم که زهرا را از او قصر بیرون میکنم، اما نتونستم. تا که زحمت نکشی راحتی را نمیبینی. انسان وقتی به مشکل برمیخوره با تمام وجود به خداوند پناه میبره. انشالله به زودی بروی تو یک در باز خواهد شد. ما میترسم تا وقتی که کار کنم ملکه کدام اشتباهی انجام نده. او این وضعیت تحمل کرده نمیتونه. بله مادر. شما چی میگن مادر؟ درست است همیان میایم. خیریت باشه بچه. ملکه زهرا را فرار داده استاد. تو درباره رسم و رواج و عادات قریه به استاد نگفتی آزاد؟ هیچ در این مورد فکر نکردی که عاقبتش چی میشه بچه؟ شاید تا حالا به جستجوی من شروع کرده باشن، اما تو نیست. نترس جانم، ببین من کنارت هستم. بله آزاد. ملکه تو چی کردی؟ من این کار باید زودتر انجام میدادم آزاد. ملکه میشه برام بگویی که کجاستی باید ببینمت. بیبی این کارت بسیار اشتباه بزرگ است و جزایشان بسیار سنگین. نه خیر آزاد، تو به زهرا کمک نکردی، نتونستی از او قصر بیرونش کنی. اگر بیشتر از اونجا می بود برش ضرر میرساندن. من نتونستم تحمل کنم. لطفاً ملکه، بیبی اگر فرار کنی بازم از شما دفاع کردن نمیتونم. او وقت باز آزاد، اگر میخوای به من کمک کنی پس کوشش که مانعشان شوی که از پشت ما نیاین، درست است؟ به من فرصت بده آزاد. ملکه میشه برام بگوین که فعلا کجاستن؟ نگفت که کجاستن. حالا تو میخوایی کجا بری؟ یک بار به قصر میرم، شاید در خانه کسی چیز بفهمه. بیبی بچم، کار بی بنیاد و بی اساس دوام پیدا کردن نمیتونه. هر قدر که میتونی کوشش کو قتل نفسه به خاطر این رسم و رواجای بی مفهوم از بین ببری.
چون بالای نفسه که مرده باشه یک زندگی نو هیچ وقت ایجاد نمیشه. استاد مشکل در اینجاست که هیچ کسی گپ ما را نمیشنوه. اگه منتظر اونا باشی فرصت از دست میتی. وادارشان که گوش کنن. جانان، ملکه، دروازه را باز کنین. حتما به خاطر خریداری یا کدام کار مکتب بیرون رفته. در این وقت شب در مکتب چی کار انجام دادن است؟ هیچ کس در خانه نیست. حتما کلگیشان به خریداری رفتن. حال برشان زنگ میزنم. جانان، شما کجا بودین؟ ملکه کجاست؟ من در قصر بودم. خانم هدیه کارم داشت. ملکه کجاست؟ او هم امرای تو بود؟ نمیفهمم که ملکه کجاست. اما ما میفهمیم که همراهش کی است. او را حتما پیدا خواهد کنیم. اگه این کار دخترت باشه سمی واقعا جزایش سنگین است. واقعا فهمیدی؟ به خاطر که زهرا ضعف کرده بود ورخط داشتیم خانم جانا نخواستیم. فکر میکردیم که دو اتاقش استراحت کرده. دوران کجاست؟ برش خبر دادین؟ خبر دادیم رفته که پیدایشان کنه. فکر نمیکردیم که تو رفته اونا را دستگیر کنی. خود دیگه تو خو همیره میخواستی. تو خو از این کار خوش شدی. آزاد چرا باید خوش شوه هدیه؟ به خاطر او همراه استاد دسته یکی کرده با همگی مخالفت نکرد. به خاطری که در اینجا نباشه کوشش نکرد. به مراد خود رسیدن دیگه بالاخره فرار کرد. اگر شما او دختر بیچاره را لد نمیکردین و مریض نمیشد فرار میکرد. شما ای را برام بگوین. اگر برفین فرار نمیکرد بازی اما بلاها سر ما میامد. تو طرفدار کی هستی آزاد؟ ها؟ خونه کی در اگایت است؟ ما خانواده و اعضای خانواده تو نیستیم؟ به خاطر یک دختر بی تربیه. حافظ هدیه، آزاد حق به جانب است. کوشش نکو با گپای ناق خود حق به جانب نشان بدی. دوران گفت کسی که زهرا را فرار داده همو استاد است. خوب آزاد حاله. اگه خبر داری که کجاستن و برای تو چیز گفته زود برو و دختره پس بیار قبل از اینکه کسی ببینه یا بشنوه. ای آتش باید خاموش کنیم. نمیخوایم که باز آبرو ریزی شود. اگر من خبر میداشتم اجازه قسم یک کارم میدادم. اما زهرا را پیدا میکنم. تشویش نکنیم. اونه را دیده اونه چاره. بدنهایی کجا رفته میتانه. خدا نگاه کنه که کدام بلای سرش نیایه. یک بار دستم به او برسه باز ببینی که چی بلای سرش میارم. خانم تنها خونه رفته. حتما یکی را با موتر فرار داده. حتما کی فرارش داده؟ کی؟ معلوم دارست دیگه. کسی که از جان خود سیر شده. کسی که تشنه مرگ خود است. به خدا پیداش کنن. میکشنش. چطور فرار کرده؟ چطور تانسته ای کارا کنه؟ از عاقبت ای کارا خبر نداره. او دختر میخواد کل ما را از بین ببره. آی زهرا یک بار دستم برات برسه دستا پایت مشکنانم. او کس را هم که کمکت کرده زنده نمیمونم. به خدا که زنده نمیمونم. میکشمش. حالا بخزن دیگه. حالا بخزن که بریم به قصر. بخزن.
سرویس پسانتر حرکت میکنه. همینجا میباشیم درست است؟ در اینجا کسی ما را نخواد دید. اگر تا وقت آمده ما را پیدا کنن باز چی کنیم؟ ما قسمت مشکل کار انجام دادیم زهرا. از او قصر بیرون شدی و یک کسی تا را اونجا برده نمیتونه جانم. حالا دیگه دوران جواب بده. کجاستی؟ خان صاحب بالای بیچاره تحمیل کردن. زهرا قسم کار یاد نداره. او کجا رفته میتونه خان صاحب؟ بالاخره برخواد گشت برمیگرده. ای که کجا رفته نمیفهمم، اما همی که بعد ازم برسه باز با او دنیا روانش خواد کردم. همورا و هم بیا که بریم دخترم بیا. خان صاحب قربانتان شوم. ببینین ما خونه کار انجام دادیم. از صلاحیت ما خلاص شد. هر جزایی که میتین به زهرا بتین. این بیچاره چی گناه دارن؟ نه خیر، زهرام گناهی نداره. او به هیچ کسی بدی نرسانده. باز در جایی که بود آرام میشیش. خب فرمان چی گناه داره؟ این بیچاره دیگه چی گناه داره ها؟ پدر با ما رحم کنین لطفا. زهرا خودش کشت کرده، خودشم درو کنه. زهرا هیچ کاری نکده، تمامش گناهی ماست. با جایی که جان خدا نجات بدی رفته از او زهرا دفاع میکنی فرمان؟ زهرا هیچ اشتباهی نکده، بیازو از امو اولی کار نباید میشد. نکه تو از فرار کردن زهرا خبر داشتی ها؟ بالای زهرا رحم کنین لطفاً. عذر میکنم به مداق اولاد نشان ندین. قلب من پاره نسازین خواهش میکنم. دخترت ما را رسوا بسازه، عزت ما را زیر پای کنه، باز ما چوب باشیم ها؟ اگر قبل از اینکه کسی به فهم برگردن خوب میشه. اگر نه باید بری امیالا با دخترت حلوا پخته کنی. نکنین این کار امرای ما نکنین لطفاً. ولی از خدا به دختر من رحم کنه. مادر بالای او رحم کنه. خاله گلسوم آرام باشین. بخیزین خاله گلسوم بخیزین. بریم خاله. درست است گریه نکنین، بس است. اینجا بشین. درست است. آزاد تو مثل اونا نیستی. تو آدم خوبی هستی. اجازه ای کار نده. اجازه نده جان اونا رو بگیرن. برای تو زر میکنم به ما کمک کن. درست است آرام باشه. هرچی از دستم بیای انجام میدم. یک چاره پیدا خواد کردیم دیگه. اول خداوند و دوم تو را داریم آزاد. ما دیگه هیچ کسی را نداره. دیگه هیچ دری نیست که تک تک کنه. درست است شما گریه نکنین. من رفتم رای کاکایمشون گپ میزم. آزاد خوب شد که آمدی. خواهش میکنم برو او استاد پیدا کن. مطمئن هستم زهرا را او فرار داده، یا حداقل این را خب میفهمه که او ده کجاست. لطفاً برو ازش بپرس زهرا را پیدا کن. اگر نه ما را زنده نمیمونن.
درست است تو تشویش نکن. ما میبینم یک چاره پیدا خود کرد. کجا رفته باشه؟ کجا رفته باشه؟ خدای تو به ما کمک کن. مادر تشویش نکنین. جای زهرا امن است. او هم امشب به استانبول میره. زهرا نجات پیدا میکنه. تو از کجا میفهمی؟ به تو چیزی گفته؟ میفهمم دیگه. همیاله شاید سوار سرویس شده باشن. همراه کی؟ همراه کی رفته؟ همراه استاد رفته. ملکه چی کردین؟ شما خوب هستین؟ بسیار به تشویش شدم. خوب هستیم نور، فعلا دستگاه هستیم. منتظر هستیم که سرویس حرکت کنه. کم مونده. درست است. بسیار متوجه باشین. درست است. امی که استانبول رسیدین خبر بدین. بسیار به تشویش می باشم. درست است جانم، تا متوجه خود باش. فهمیدی؟ نور، به خاطر کل چیز تشکر. خان صاحب اجازه بتین که ما با پالیدنش بریم. اجازه بتین. لازم نیست. دوران اونا را میپالم. بیا از او قدر دور نشدن. مادر کلان، کاکا، بیاین که موضوع را با آرامی حل بسازیم. ناقو بیچاره را بدبخت نسازیم. رسوم اجداد خود زیر پا کردن نمیتونیم بچیم. کسی که بشنوه چی خود گفت نخواد گفت که عزت و ناموسشان و شوکت کرمانی ها خاکستر شده از بین رفته. باید این موضوع را در بین خود حل بسازیم مادر کلان. دوران شاید کار اشتباهی انجام بده. ما باید قبل از او زهرا را پیدا کنیم. کاکا بلیاز خدا بگوین که دوران کجاست. چی گپ شده؟ تو ده اینجا چی میکنی ها؟ چرا آمدی؟ اون کجاست؟ در کجا پنهانش کردین؟ چی؟ در مورد چی گپ میزنی؟ من چیز نفهمیدم. با مدار آخ نگاه. تو ملکه و دختر فرار دادین. ما میفهمم. بگو که کجاستن؟ من از این چیز خبر ندارم. ایلاکا دستم ایلاکا. در مورد کی گپ میزنی؟ من از این چیز خبر ندارم. نمیفهمم. کوشش نکن مرا فریب بدی. کجاستن؟ گفتم زهرا کجاست؟ نور تو خوب هستی؟ اینجا چی گپ هست؟ نور خوب هستی؟ نور گپ ما گوش کن. اگه بیادره تا یک سرم دوست داری باز گپ بزن. نور چی گپ هست؟ نور دروازه رو باز کن. بگو. دوران زهرا همراه او استاد همین امشب طرف استانبول میرن. به جای نخواد رفت. با مسئل که دختر اگه بیادرت دوست داری باید عاقلانه رفتار کنی. فهمیدی؟ نور دروازه رو باز کن. نور تو خوب هستی؟ خوب هستم. تشویش نکن. این دختر دیوانه شده. چرا زندگی و مسلک خدا با خطر مواجه میسازه؟ در مورد عاقبتش هیچ فکر کرده؟ شاید او این کار نکرده باشه. شاید خبرم نداشته باشه. پس کجاست؟ چرا موبایل خدا جواب نمیده؟ حال چی خواد کردیم؟ ملکه را از گیر او مردم وحشی و درنده چطور نجات خود دادیم؟ دوران اگه زهرا را پیش ملکه پیدا کنه او را میکشه. آه ملکه آه، هیچ وقت به گپ ما گوش نکدی. چرا اینجا آمدی؟
تو در این قسم یک منطقه چرا بیایی؟ زهرا فقط 5 دقیقه مونده. قبل از اینکه بریم اشتها داره چیزی بخوری؟ مادرم است. چی شده؟ خاله جانان چی میگن؟ دوران از پشت ما میایه. میگه باید متوجه باشیم. نتر زهرا، بیازوی احتمال وجود داشت. ایره میفهمیدیم که دست در دست ماندن همه شینن. آزاد حتما مانعی اون نخواد شد زهرا. فقط لازم است ما کمی محتاط باشیم. درست است؟ درست است. ما خو نمیفهم که دوران کجاست، اما ایرا میفهمم که به خاطر ما تلاش میکنم، به خاطری که به خانواده ما ضرر نرسه، حتی از جان خودم میگذره. یعنی چی کاکا؟ من خانواده ما دوست ندارم، به خاطرش از جانم نمیگذرم. نمیفهمم آزاد، هیچ نمیفهمم. ما واقعا تو را نمیشناسم. تو امرای ما هستی یا به ضد ما؟ هیچ معلوم نیست که طرفدار کی هستی. ما طرفدار حق، طرفدار عدالت هستم کاکا. یعنی ما به انصاف هستیم؟ کار گفتار ما اشتباه است؟ ملکه؟ آزاد، مادرم پیام روان کرده بود. دوران از پشت ما آمده، گفت که باید متوجه باشیم. البته که ای کارا میکرد. آلیده کجاستین؟ دستگاه بس شهری هستیم، چند دقیقه بعد حرکت میکنیم. درست است، تا وقتی که ما میاییم هیچ کار نکنین. معذرت میخوایم آزاد، باید قطع کنم. من بعداً بر تحوال میدم. درست است؟ چی گپ است آزاد؟ کی زنگ زده بود؟ آزاد! آزاد! جاتر از این برای ما مشکل خلق نکن. ها، بسه که ما را به استانبول میرسانه آمد. راستش استاد ملکه، من هیچ نمیفهمم که خوشحال باشم یا جگرخون باشم. خوش باش زهرا، خوش باش. دیگه هیچ کس برات ضرر رسانده نمیتونه. حالا دیگه بریم. استاد این مادر چه وقت حرکت میکنه؟
کم مانده جانم، کم مانده. پایدایش کدین؟ ما ممیال آمدیم خان صاحب. با پاله زود باشه. بریم. چی شده؟ آمدن. استاد ما را پیدا میکنن. پشت ما را دیگه هلا نمیکنن. درسته زهرا، آرام باش. بیادر بانکی رو ببینم. آماده هستیم استاد، حرکت کردن میتونیم. ایده کدام موتر است؟ اما موتر که پیشتر حرکت کرد. خدا لعنتت کنه. اینجا بیا. عجله نکن. سوار شو در موتر. سوار شو. میفهمین که همیال چی به فکرم آمد؟ اگه کسی در داخل قصر برش کمک نکده باشه باز چطور فرار کرده میتونه؟ هرچند که یک نفر در باز کردن دروازه های قفل استاد است و تجربه زیادی داره. اگر قسم اگر باشه باز جزای او شخصه با دستای خود میتون. خیریت باشه بیادر، چی شده؟ بیادر بسیار میبخشی، یک موضوع خانوادگی است. خواهرم و دخترش در داخل هستند. بفرما. زنده باشی. کدام گپ نیست. خان صاحب حالا چی کنه؟
استاد ملکه، ما را فریب دادن نمیتونی. باز خود دیدی. سوار شو. دیدن کم بود که پیدای ما کنن استاد جان. تشویش نکن. ما در مورد همه چیز فکر کردیم. برات خواه گفته بودم. خب حالا چی خواد کردیم؟ چی خواد کردیم؟ خب ما برای خود ادامه میدیم. بیادر موتر استانبول حرکت کرده. بله بیادر وقت حرکت کرده. وقت حرکت کرده. ملکه حرکت کرده نموتونیست؟ بله اما در بس نیستیم. دوران ما را پیدا کرد. ما مجبور شدیم که از موتر پایین شویم. ملکه بشنو، زندگیتان در خطر است. دوران تا وقتی که شما را پیدا کرده از بین نبره پشتان اعلان نمیته. کسی که از آهن به ترسه در این سوار نمیشه. تو آره ای گپای ناقبان. بیبی ملکه جان شما در خطر است. حداقل برام بگو که کجاستی تا پیشتان بیایم از شما محافظت کنم. یک قسم دست و پای ما بسته نکو. به خاطر زهرایی کار کن. ملکه چند دقیقه بعد یک جای توقف میکنیم. باز بعد خبر میدم. آه ملکه ای بار دیگه اجازه نمیتم که تو قربانی شوی دخترم. اگر لازم شد باز خودم رفته او را پیدا کرده از بین میبرمش. فامیدی جانم؟ نترس. چی شده دوران؟ پیدایش کردی؟ در موتر استانبول ششتن پدر. همراه کی؟ همراه استاد ملکه. با وقت رسیدن نتانستیم اما معلوم میشه که ما را دیدن. قبل از حرکت موتر پایین شدن. اما تشویش نکنین پدر. دیر یا زود پیدایشان میم. استاد ملکه زهرا را فرار داده. سگی که تشنه مرگ خود باشه باز در دروازه های قصر پای میمانه. امو استاد زهرا را بدرا کرده. خدا میفهمه که چی گپای برش گفته. خدا میفهمه. قدیم خان ملکه قدرت و عزت ما و خان بودن تو را هیچ حساب کرده؟ پس برش هم قدرت خدا هم خان بودن خدا نشان میتم. عروس خانه ما از خانه فرار میکنه. ناموس و حیثیت ما را به خاک مبدل میسازه. زهرا باید از بین بره. خیریت باشه هدیه. ما در قبر هستم که تو در این خانه حکم میکنی چطور؟ نه خیر مادر. شما چی میگین؟ پس در این صورت حد خدا بشناس و در جایی که هستی آرام بشی. زهرا اگه بر نگرده، اگه خودش فرار کرده باشه، مطمئنن که گناهکار است. جزایش هر چی که باشه باید بپذیره. مادر یعنی ما را خود کشتن. اعصابش بسیار خراب است. دنبال گناهکار هستین؟ او مستم، یا بهتر بگوییم ماستیم. همه تو نیز برفین. جزای ما هرچی باشه راضی هستیم. جزای مرگ است. ما را بکشین اما دیگه پشت خواهر ما ایلا کنین. بچه چه باش؟ تو چی میگی بچه؟ ها؟ تو چی میگی؟ گپایی را که بسیار وقت پیش میگفتم حالا میگم پدر.
اجازه نمیتم به خاطر اشتباهی که ما کردیم خواهرم از بین بره. فرمان از فرار او خبر داشت. به هیچ کس نگفت. راست میگم. دختر به فریب دادی. حالا میخوای او را در آتش بندازی؟ عقلت کمی دیر نامده فرمان. ما کسی را فریب ندادیم. برفین خودش گفت که فرار کنیم. گفت مرا به تو نمیتن. شما ای سیلی را حال نه. بسیار وقت پیش باید میزدین پدر. حدی حق با جانب است. چطور امکان داره که زهرا از قصر بیرون شوه؟ او هم قسمه که هیچ کس نبینش. راست میگی، همه که ما رو فریب دادن. دجله؟ چیزی به نظرت مشکوک نخورده دخترم؟ نه خیر مادر، من از چیزی خبر ندارم. ما کمکش کرده مادر. چی گپ است؟ چی؟ بچه تو چی کردی؟ کمکش کردم. امیدوار هستم با جایی رفته باشه که دیگه بر نگرده. هرگز نمیخوایم او را ببینم. هر جایی که رفته در قصهش نیستم. چپ باش، چپ. تو هیچ کاری نکردی. همگی خاموش میمانه. فاطمه، تو هم به هیچ کسی چیزی نمیگی قربانت شوم. گپ مشونیدی علی؟ به هیچ کسی چیزی نمیگی بچه. خو نمیگم. قدیم خان چی گفت؟ کار ملکه است. کار خودش از خانم. او با این کار میخواه به کی کمک کنه؟ به خاطر یک دختر تازه از مسلک خود از دست بته ما باور نمیکنم. خب اونا کجاستن؟ قدیم از کجا خبر شده ها؟ اونا رو خب پیدا نکردن نی؟ به خاطر رفتن به استانبول تکت موتر گرفتن. دوران از این گپ خبر شده، اما خدا را شکر در موتر نبودن. دوران به تعقیبشان است. دیر یا زود پیدایشان میکنه. خدا در دادن در. اگه با ملکه زنگ میزنی هیچ خدا زحمت نته، موبایلش خاموش هست. بیا. بسیار خسته شدین همتون نیست استاد؟ کم مانده که نجات پیدا کنیم زهرا. یعنی موفقیت ارزش خستگی را نداره؟ حالا بیا اول شکم خود اسیر بسازیم. آزاد هم دراز و لازم نیست بترسی جانم. ما را کسی پیدا کرده نمیتونه. خدا کنه. بیا دیگه. حالا دیگه زن بیا. نمیفهمم تو چرا همیشه قصه ناوقت میکنی؟ بیلیف غذا آماده کردم. خوب کردی. با زهرا که غذا آماده کردی چی شد؟ برو دروازه رو بسته کو بیا که بریم. برو. میفهمی عذاب وجدان بسیار سخت است. شما گناه یک طفله به گردن گرفتین گلسوم. امانت به صاحبش تسلیم کن. ای بار بیشتر از این تحمل نمیتونی.
تو حال امرای دیوانام کم زدن شروع کردی؟ حالا بیا دیگه. دیوانگی را خود حقیقت شما انجام میدین، اما تو میتونی خود از این گناه نجات بدی کلسو. تا را میگم حالا بیا. خان صاحب تا کجای قسم خاط رفتیم؟ شاید که ما را فریب داده باشن، از کدام راه دیگر رفته باشن، پیدا کردنشان مشکل است. دانا تبسکو تو یادم میتی که من چی کنم؟ معذرت میخوایم آقا. خان صاحب مترابی که زهرا را فرار داده بود اونجاست. خودش است، با خدا خودش است. اونا ما را پیدا کردن استاد، آمدن. بیا بیا، ما را ندیدن، زود باش بیا. خانم ملکه بالاخره پیدایتان کردم. خوب گپ گوش کنین، همه جای دقیق بپالین، از اینجا بیرون شدن نمیتونم. برین. بله. آزاد بچه، من خاله جانانت هستم. از ملکه کدام خبری داری؟ خاله جانان، من میفهمم که کجاستن. در آستان پیششان میرم. خدا رو شکر. آزاد لطفا اونا رو پیدا کن، مرا به خبر نمانین، درست است؟ بسیار به تشویش هستم. تشویش نکنین، امی که پیششان رسیدم براتان زنگ میزنم. درست است. خداحافظ. ملکه، وقتی تصمیم به یک کار گرفتی حتما انجام میدی. چی شده؟ با آمدن به اینجا هیچ کار خوبی نکردیم. بعد از خود گفتن که از ما پس حساب میگیرن. خوب است. وقت دخترشان دخترم اختطاف میکنه غلط نیست. باز وقت ما بخوایم از اونها حساب بپرسم کار غلط است و به خدایا مرا بیشتر از عصبانی نساز. بان که کار کنم پشیمانم نساز. خانم جانان، دختر شما دخترم فرار داده، با زندگیش بازی میکنه. دستور مرگ را صادر خواد کردن و دستور مرگ بچه یک دانه ما. اگه از اونا خبرداری هم یاله برم بگو. به نظرم تو مرا تهدید میکنی آقا راشد. هر قسم که فکر میکنی دیگه. هرچی از دستت میآید دریغ نکو. تو تنها در مورد بچت فکر میکنی. سلامتی زهرا هیچ برات مهم نیست. تو چطور قسم گپ میزنی ها؟ تو مرا چی فکر کردی ها؟ فکر کردی فریبه هیلای تو را خورده دست زر علاشه میشینو؟ در ضمنی که ملکه دختر تو را فرار نداده. فعلا خبر نداره، اما او دختر خود فرار داده. چون زهرا نواسه از آقا راشد. تو چی میگی؟ عقلت از دست دادی؟ اول یاد بگی که همراه من چه قسم گپ بزنی یا آقا راشد. زهرا نواسه است و من کاملا مطمئن هستم. قسم نیست. نه که دیوانه شدی. تو رو پیش نواسیت بردم، دختر نشانت دادم، با چشمای خود دیدی. بله خان صاحب. کجاسی راشد؟ هر جای که هستی زود به قصر بیا. درست از خان صاحب، هم یالمه. حرکت کن. تو برو، من بعدا میایم. بیا زمیال اعصابم خراب از زن. کلمه خراب نساز، حرکت کن. میگه که نمیرم، نشنیدی؟ شنیدم.
بسیار خوبم. شنیدم خانم. بیا جان. گلسوم خانم بیا بیش. جانم خانم، راستش من دیگه این عذاب وجدان تحمل کده نمیتونم. زهرا دختر ملکه است، اما توت جیگر ما میشه. لطفاً او را پیدا کنین، من دیگه تحمل ندارم. خانم گلسوم خودت توت جگرته نواسه مرا به دستای خود به او ظالما تسلیم کردی. تو چه قسم مادر هستی ها؟ از تو میپرسم چه قسم مادر هستی؟ خدا شاهد است من زیاد عذر کردم، اما راشد هیچ گپ من نمیفهمه. مانع عروسی شده میتونستی، اما او کارا نکردی. او دختره در سن بسیار خورد بیچاره را عروسی کردی. چی میکردم جانان خانم؟ یک طرف بچیم بود، یک طرف هم زهرا. اوه بله، چون به تو بچه ارزش داره. به نظرم کارت هیچ خوب نبود. خانم گلسوم تو چرا مانع عروسی نشدی ها؟ مادرت قربانت شوه، بگو یک دانه. شما چند ساله بودین که ابروی پدرم عروسی کردین؟ 16 ساله بودم دخترم. پدرتان شما را مثل من به زور عروسی کرده بودن. ما 5 خواهر بودیم. پدرم به خاطر که تعداد ما کم شود به خواستگار اول مرا داد. یعنی شما رضایت نداشتین نی؟ مادر، اگه او اتفاق نمیفتاد پدرم عروسی مرا نمیکرد، همه تو نیست؟ نه دخترم، عروسی تا نمیکرد. او وقت من برش اجازه نمیدادم. مادر خوش کنین مرا تنها نمانین. با دیدن من خو اونجا میایین، همه تو نیست؟ ایلیفام همراهیتان بیارین. مادر وقت سمبوسه پخته کردین، ما با خوردنش میایم. فهمیدین مادر؟ لباسای مکه برام ماندین، بازی چای مانبانین اونا رو میبرم. جانان خانم، شما وقت زهرا را به من تسلیم کردین، او وقت او طفل بود. گفتین ملکه فکر میکنه او مرده، چون شما هم دیگه هیچ راهی نداشتین. کاری که شما کردین خوب بود، از شما میپرسم. ایام لباسش است، ایام شیر خوشکش، تمام وسایلش دهمی است. درست است. آره دیگه نالش تا بس کو. با ملکه دخترتان بگوین که خاطرش جمع باشه. از دخترش خوب مواظبت میکنیم، هیچ تشویش نکنین. ملکه از این کار ما هیچ خبر نداره آقا رشید. او فکر میکنه طفلش مرده. آره دیگه زن. گوش کن، به هر قیمتی که شده باشه من تو از اینجا نجات میتونم. فهمیدی؟ نه ترس. درست است؟ مسافرین محترم، موتری که طرف استانبول میره آماده است. لطف نموده به جاهایتان بنشینین. میفهمم که چه قسم از اینجا براییم.
کورستی میبخشین متوجه باش. بسیار میبخشین. میبخشین یک دقیقه. بفرمایید خواهر. ما باید سوار شویم. خواهر بار کجای نداره. راستش یک چوکی خالی داره. زهرا حالا سوار شو. نه خیر، من تنها نمیرم استاد. زهرا تو باید بری، دیگه هیچ چاره نداره. منتظر کی هستید؟ ایره بگی. جایی که تو میری دوستم از زینب منتظرت میباشه. شماره ما و زینب در کاغذ نوشته است، درست است؟ متوجه خود باشی زهرا. حالا برو بخیر. عجله کن. اما استاد ملکه، وقت دوران مرا پیدا نکنه به شما ضرر میرسانه. دوران هیچ کار کرده نمیتونه. نترس، آزادم میاد جانه. او متوجه من میباشه تشویش نکن، درست است؟ حالا برو. خواهر جان ما باید حرکت کنیم. اگه میرین یک کمی عجله کنین. برو زهرا برو. زهرا بگی. خوش کنی نترسی. ما از پشتت میایم جانم، درست است؟ با خداوند میسپارم. حرم پایین میشه بیادر. درست است. با ما احوال بده، درست است؟ خاطرتان جمع باشه. حرکت کن. خدایا خودت کمکش کن. خودت مواظبش باش لطفا. آزاد آمد. معلم من از دوران نجات میده. پس من چی خود کردم؟ خدایا من بسیار میترسم. خواهش میکنم برام کمک کن. بله زینب، ما آمده نتونستم اما زهرا را روان کردم. برای شماره ثبت و ساعت حرکت شب پیام میکنم. متوجهش باشی، درست است؟ تو چرا نمیایی ملکه؟ حالا گفته نمیتونم، بعدن برات زنگ میزنم. زهرا را پیدا کن لطفاً. تشویش نکن جانه. به هر قیمت که شوم من زهرا را پیدا میکنم. آزاد. های ملکه، شما کجا بودین؟ شما خوب هستین؟ دورانم اینجاست. او پشت ما میگرده. تو این طرف یا این طرف یا بیا. زهرا کجاست؟ او رو به بس سوار کردم. با زینبم خبر دادم، او رو حتما پیدا میکنه. با این کار تو زهرا را به خطر بزرگ مواجه ساختی. پس چی میکردم؟ دیگه چاره نداشتم. داشتی. سر ما اعتماد میکردی. کم دگام صبر میکردی.
حالا زیاد نه وقت شده که جایی باره گپ بزنیم. خب برنامه چی است؟ چی فکر میکنی؟ وای بیادر وای، ما چطور در این باره فکر نکرده بودم. کار شما است. شما دو نفر در اصلی کار هستین. آزاد مداخله نکن ملکه، ما هستم. تو برش کمک کردی؟ ها؟ اگه این کار کرده باشی آرام باش، آرام. با همه ما خیانت کردی. تو از پشت سر ما وار کردی خائن. آزاد هیچ گناهی نداره. تمام کارا را من کردم، اما ایمان نیمه میشد. زهرا کجاست؟ من نمیفهمم. دوستش ایلا کو. گفتم زهرا کجاست؟ مرا عصبانی نساز. دستم ایلا کو. احمق چی میکنی؟ دوستش ایلا کو احمق. اقدر عصبانی نشو آقا آزاد. ای که امرای خانم هم دست شدی عزت خانواده ما را زیر پای ساختی. بیش از اینکه غلام شوی یک بار فکر میکردی. ملکه بریم از اینجا. بریم. اگه مام شما را بعد از یارم ماندم، نام مام دوران نباشه. مادر، اگه زهرا را پیدا کردن نتونن، ما و فرمان چی خود کردیم؟ از ما چرا میپرسی؟ برو از شوهرت بپرس برفین. به خاطر خواهرش تو را فدا کرد. این کارم میکنن مادر. ما را خود کشتن. مادر، من نمیخوایم بمرم. مادر، گریه نکو برفین خواهر. لطفا خواهر گریه نکو. این کارا کارش به خاطر زهرا شد دجله. من در این سن و سال از حولی فرار کردن نتانستم، اما او چطور تانست از اینجا فرار کند؟ چطور تانست؟ تا دیروز که هم بود که از بین بره. از فرار کردن او دختر هیچ نترسید. نه خیر، حتما برش کدام کسی کمک کرده. اگر نه به تنهایی قدر جسارت نداره. زریو بسیار عصبانیستی برفین خواهر. سر کی؟ کسی که به فرار کردن زهرا کمک کرده. یعنی تو او را میشناسی جانم؟ او را دیدی یا نه؟ زیاد سرش عصبانیستی؟ نه خیر، با قدر نیستم. نه که تو برش کمک کردی دجله؟ نه خیر، ما کمک نکردیم. پس کی برش کمک کرده؟ بیبی دجله، زندگی من به شاهدی تو وابسته است. میخوایی من کشته شوم جانم؟ پس برم بگو کی به زهرا کمک کرد که بره؟ ها؟ علی بیادرم. دخترم، به استانبول پیش کی میری؟ اقاربت اونجا هستن؟ بله. کسی که تو را آورده بود مادرت بود؟ بله، بسیار با هم شباهت دارید. جدی میگه؟ ما با هم مشابه هستیم؟ تا حال کسی براتان نگفته بود دخترم؟ نه خیر، نگفته بود. عجیب است. تو کاملا چهره مادرت داری به خدا.
خدا کنه وقت من بزرگ شدم مثل اونا استاد شما. انشالله دخترم، خدا کنه. تیکت هواپیما گرفتم میتونیم؟ 2 ساعت وقت داریم. باید زود حرکت کنیم. درست است. من لباسای خدا گرفتم میایم. درست است. من منتظر میباشم. او خودش دختره سوار موتر کده؟ بله. اگه آزاد نمی بود ما او را سر گپ می آوردم اما خیر باشه. زیاد اوگار شدی دوران. درد میکنه یک دانی مامتو نیست؟ فاطمه زیاد گپای ناق زدی. اگه یا میخواست میتونه سور زخمی بسازه فهمیدی؟ اما نخواست. زهرا تنها در استانبول چی خواهد کرد؟ تشویش نکنین. کسی هست که به گرفتنش میآید. شاید با کدام دوستش گفته باشه. او زن به شرم شاید عالم را قضا طرف استانبول و مرکت کده باشند. آه مادر آه. دگام از آزاد طرفداری کنن. دیدن که امرای ما چی کرد؟ مادر شما میفهمین که آزاد در این روزا تصمیم داشت که کل ما را به خانه نو ما ببره، اما تو نیست او را چرا فرار داده باشه؟ دوران همراه راشد فوراً طرف استانبول برین بدون ای که کسی خبر شوه. عروس کوچک بگیرین و بیاین. خب اگه زهرا را پیدا کرده نتونن باز چی؟ تبادله از بین میره. یعنی ناموس در برابر ناموس باید قربانی شوه. فهمیدی؟ تبادله، معادل ترس، مرگ و درد است. یک سایه تاریک است. هیچ کس نمیفهمه که چطور در این سرزمین رخ نکده. بعضن ارزش قائل نیستن. در حالی که سرزمین یگانه سرزمینی است که همیشه این قانون در آغوش خود داشته. چرا قد انسان‌های قدر متزلزل شده؟ فهمیدنش بسیار مشکل است. تبادله بسیار یک معمای خطرناک است. یک دختر خردسال رویاهایش از بین رفته بود چون او قربانی شده بود. قربانی ناموس شده بود. سن سالش خرد بود. او حتی دست راست و دست چپ خود نمیشناخت، اما بعد دست ظالم افتیده و زندگیش برباد شد. دختر خردسالی که در مقابل گناه کسی دیگه روزگارش تباه شده بود. چی شده؟ چرا پس آمدی؟ ایره دیگه نمیخوایم که انگشتت باشه. زهرا حالا وقتش نیست که بتی از اینجا برو. زود باش. گفتم برو.
از من چی میخوایی ها؟ گفتم چی میخوایی؟ برفین از اتاقم بیرون شو، نمیخوایم امروز گپ بزنم. بس است دیگه علی. تو چطور تانستی به زهرا کمک کنی که فرار کنه؟ چطور تانستی؟ اینجا چی که پس؟ برفین صدایت همگی شنیدن. علی به زهرا کمک کرده که از اینجا فرار کنه. واقعیت داره؟ با تو میگم علی واقعیت داره؟ هدیه مداخله نکو. علی بچیم حقیقت نداره، همه تو نیست شوخی میکنی نه؟ آی مادر، شما چرا به ما باور ندارین؟ براتون گفتم که من کمکش کردم تا فرار کنه. ببینم نوجین مادر وقتی بشنوه چی خواد گفت. دسل ما میخوایم ببینیم وقتی نوجین مادر بفهمه که پولا را برفین دزدی کرده بود چی میکنن. چی؟ راست شما و دختر به این حالت رساندین. دزم شما سبب شدین که دختر از خانه فرار کرده بره. حالا میبینیم که چی میشه. ملکه تو در خانه بودی؟ چی وقت آمدی؟ ملکه تو دیوانه شدی؟ یا عقلت از دست دادی؟ یک دختره که تازه عروسی کرده تو چطور میتونی او را از خانواده شوهرش دور بسازی ملکه؟ من کدام کار غلط نکردم. در اینجا از راه قانونی هیچ کاری پیش نمیره، شما میفهمین. من باید تو دختر نجات میدادم. با خاطر نجات دادن او میخوای خدا از بین ببری دختر؟ تو خو یک دختر خوب بودی، مسلکت از یاد دوست داشتی. فکر میکنی بعد از این کارایت تو را در اون مکتب اجازه میتن؟ اگه من به او کمک نکنم زندگی کردن نمیتونم، حتی کار کردن نمیتونم. از انسان بودنم خاطر میدم. با اجازه تان میرم. نه خیر، هیچ جایی رفتن نمیتونی. مادر وضعیت اولی چطور است؟ آزاد بچم تو چی کردی؟ دوران میگه تو ملکه یک جا شده زهرا را از اینجا فرار دادین. نوجین مادر را شد و دورانه به استانبول روان کرده. قربانت شوم بچه، زود شو خانه بیا. آماده نمیتونم مادر. پیش از دوران من باید زهرا را پیدا کنم. پدر جان لطفاً دست من ایلا کنین. من باید میدان هوایی برام. یک بار برات گفتم رفتن نمیتونی. با دوستت زنگ بزن برش بگو در اولین موتر زهرا را اینجا روان کنه. چرا نمیفهمی دختر؟ همی حالی کار کو. ها؟ وقتی خودتان نمیتونین به کسی کمک کنین پس چرا مانع من میشین؟ حالا فهمیدم که شما چرا عصبانی شدین پدر، چون شما سارنوال هستین اما من از حقوق دفاع میکنم. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ گفتم من شما که بیشتر درباره حقوق میفهمم. سمی! هر ملکه زود باید بریم. بریم آزاد. ملکه
اگه از اینجا رفتی باز دیگه در این خانه پایت مانده نمیتونی. مالکا دوران مرکت کده ملکه. از خاطر من شاید طیاران پرواز کرده باشه. در قصهش نشو میرسیم. پیش از اینکه دوران او را پیدا کنم ما باید پیداش کنیم. نه که ترسیدی عروس. فرار کردن به نظرت قدر آسان است؟ gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. استاد ده حرم یک مسافر ما پایین میشه، همون دختره که تناست. نمیشه به خاطر یک دختر در جاده بیرو بار بریم، پایین میکنیم خودش بره. استاد بیچاره بسیار اصرار کرد، بعدن برای ما مشکل ایجاد چیز نکنه. نمیشه، پایین که خودش بره. هرچی که شما بگوین. گوش کو.
آماده شو، ایستگاهت نزدیک است. باید پایین شوی. در جاده مقابل برو، درست است؟ قبل در قریه دور زندگی میکردیم. وقتی به شهر آمدیم 5 ساله بودم. مادر، پدر، بیادر و یک خواهر به نام ایلیف دارم. بازی کردنم را ایلیف خوش دارم. ما با هم بودن هیچ خسته نمیشیم. در بیرون بازی میکنیم، حیوانات تماشا میکنیم، از درختها میوه جمع میکنیم. یک آرزو داریم که یک روز دریا را ببینیم. یک روز همراه ایلیف حتما به دیدن دریا میریم. بیادرم ما را میبره. یعنی میخواست ببره. وعده کرده بود که ما را به دریا میبره. بله زینب جانم، ما نرسیدیم. تو زهرا را تا هنوز پیدا نکردی؟ بسیار بیر و بار بود. یک حادثه شده بود، جاده را بند کرده بودن. از او خاطر ناوقت شد، اما میرسم. تشویش نکنی که زهرا را پیدا کردم، بر تحوال میدم. درست است جانم، منتظر خبرت هستم. درست است. چی گفت؟ زینب میگه تازه رسیدم. اوف، خدا کنه که بخیر رسیده باشه. انشالله ملکه، انشالله. کمک کنین لطفاً، کمک. تو خوب هستی دخترم؟ بکسم او بچه بکس من دوستی کرد. کدام بچه؟ بیبی اونجا پلیس هست، برو برش بگو، مشخصات دزده بگو که دستگیرش کنن. نه خیر، با پلیس گفتن نمیتونم، بارین که من برم. مامور پلیس، این دخترم است، از قریه آمده، در اینجا پایین میشد. اگر شما دیده باشین لطفاً برای ما کمک کنین. دخترتان چند ساله است؟ دخترم 13 ساله است.
آها میبخشید نفهمیدم که چی گفتم. راستی دخترم 16 ساله است. شما ایر ندیدین مامور پلیس؟ نه خیر ندیدیم. کاکا این دختر رو ندیدین؟ نه خیر ندیدیم. خواهر ندیدیم. خواهر جان میبخشین این دخترم زهراست، گمش کردیم. شما این دختر ندیدین؟ اگه دیده باشین لطفاً به ما کمک کنین خواهر. نه خیر متاسفانه ندیدیم. ندیدین؟ زنده باشین. تشکر. ای خدا چی کنم. زینب تا حال زنگ نزد. زهرا باید رسیده باشه آزاد. دوران او را پیدا نکرده باشه. زنگش آمد، فکر میکنم او را پیدا کرده. بله زینب. ملکه زهرا اینجا نیست، به مام زنگ نزده. در دست دو مرد عکس زهرا است، او را میپالد. شاید اینا را دیده پد شده باشه. زینب تو باید پیش از اونا پیداش کنی. 4 طرف تا خوب بگرد. درست است. استاد یک راه دیگه نیست که زودتر برسه. ما بسیار عجله داریم. درست است، بیا در 10 دقیقه بعد میرسیم بخیر. خانه آباد. زهرا چی میکنی او دختر؟ میبخشید. بریم فرار میکنه. کاکا صدقه شوم. بس شوید. آزاد. زینب دیدم. زینب. ملکه از این طرف رفتن. زهرا میدویده تعقیبش 2 نفر بودن. هرچی کوشش کردم گیرش نتونستم. معذرت میخوایم. برام بگو که از چهره چه قسم معلوم میشد. 2 نفر از این طرف دویده رفتن. من پشتشان دویدم اما دفعتاً گم شدن. زهرا فرار نکو. دخترم فرار نکو، اگر پشمان میشی.
تو از او طرف برو، تو هم از او طرف برو. دا کدام سراغ پد شده ای دختر؟ به خدا که دمیر آمد خان صاحب، با چشمای خود دیدم که دمیر آمد. راست میگم، به خدا که دمیر آمد. زهرا زهرا دخترم کجاستی؟ اعصاب من خراب نکو زهرا.
خان صاحب به نظر من دقیقه یک نفر به جلو طرف رفت. بس منتظر چی هستی؟ بریم. خدا لعنتت کنه. او دختر به کدام دوزخ رفت؟ جای دور رفتن نمیتونه. حتما همینجا پنهان شد. خان صاحب دروغ نمیگم. قسم میخورم که از پشت سر سایه دیدم که رفت. ما پشت سایه نمیگردیم راشد. متوجه چهار طرف باش. بیشتر دقت کن. درست از خان صاحب. متوجه باش دختر، میخوای خدا بکشی؟ اوه خدایا او چی خواد کرد؟ کجا خواد رفت؟ اگه خدای نخواسته او را چیز شوه یا اگه دوران او را پیدا کرده باشه چی؟ نه خیر پیدا نکردن. اگه قسم می بود خبرش به خانه می رسید. به احتمال زیاد وقتی راشد و دوران دیده همینجا شاید پنهان شده. به نظر ما فکر میکنم وقتی بفهمه که از گیرونان نجات یافته دوباره به اسکای موترا رفته. شاید به تو یا به زینب زنگ بزنه. پس به ترمینال رفته منتظر می باشه. خدایا خواهش میکنم به ما کمک کن تا زهرا را قبل از اونا پیدا کنیم لطفا. پس بیاین که بریم. میبخشی این دختر دیدی؟ نه خیر ندیدم. زنده باش، تشکر. خواهش میکنم. بیادر میبخشی این دختر دیدی؟ نه خیر ندیدم. زنده باشی. خواهر برای درستانی چی گپ است؟ چرا عصبانی میشی؟ فقط میخواستم از یک سوال بپرسم. زن دیوانه بی تربیه از پیشونیم گم شو. اگه نی به پلیس زنگ میزنم. گپ نیست خاله جان، درست است. از اینجا برو. گم شو. گفتم برو دیگه. احمق. بسیار میبخشین خاله جان. این تازه به شهر آمده. آداب معاشرت نمیفهمه. چی گفته ای را همراه ما روان کردن؟ این خانمای شهری هم دیوانه هستن. کی است؟ خان صاحب است؟ بله. چی کردی دوران؟ عروس خورترک پیدا کردین؟ میشه بگی که چی شده؟ درباره زهرا کدام خبر است؟ پس بر احمق. ببخشین پدر، شما را نگفتم. زهرا را در ترمینال گم کردیم. اما پیداش میکنیم. در تعقیبش هستیم. پیدا میشه، تشویش نکنین.
کلان آدم ها هستین، اما یک طفل براحتی از پیشتون فرار میکنه. خوب گوش کن دوران، تا زهرا رو پیدا نکردین بر نمیگردین، فهمیدین؟ بریم روشن. او استاد بیعقل. دختر قبل از اونا پیدا کرده پنهان نکنه. آزادم حتما برش کمک میکنه تا خانم بیادر خود از پیش چشم خانوادش دور نگاه کنه. آزاد از خود میگذره، اما قسم نمیمانم. آزاد، چطور میتونی خانواده تا نادیده بگیری؟ رسم و رواج خود زیر پا کنی؟ فکر نکردی حیثیت و آبروی خانوادیت به خاک یکسان میشه و مردم درباره ما چی خود گفتن؟ ما به تو چی بگویم بچی بیعقل؟ شما میخواین چی بگوین مادر؟ آزاد خود زهرا رو فرار نداده. او فقط به خاطر استانبول رفت که سر دختر کدام بلا نیایه. ای که پشت کیو به خاطر چی رفتم معلوم است. هدیه هیچ خوب نیست که ناق تهمت کنی. قدیم تو همیال به قریه برو. حتما مردم درباره ما غیبت شروع کردن. نمیخوایم از این بیشتر نام خاندان کرمانی سر زبان هر کس به بدی یاد شود. درست است مادر جان، حق با شماست. میرم خبر میگیرم که چی گپ است. ما همراهت میایم خان صاحب. میخوایم همراه استاد خلیل ابراهیم گپ بزنم. آزاد گپ او رو رد نمیکنه. پس بیا که بریم، زود شو. من میرم که دستکال خود بیارم. از شرم پیش ما سر خود بلند کردن نمیتونه. باز به بهانه استاد از قصر دور میشه. فردا هم شاکری میکنیم. امروز بسیار از بازی لذت بردیم. لباسای خودت تبدیل کرده در باغچه باز ساتیری کنه. نمیتونم، کارخانگی دارم. هر کسی درست انجام بده استاد برش جایزه میده. آف هیچ نمیفهمم کدام طرف برم خدایا. آی صدق الله العظیم. خوش آمدی زمرد دخترم. مزاحمتان شدم استاد. استغفرالله. چطور هستی؟ خوب هستی انشالله؟ نیستم استاد، هیچ خوب نیستم. آزاد شما را دوست داره و احترامتان میکنه. فقط گپ شما را گوش میکنه و بس. لطفاً به ما کمک کنین. تو به گفتنه ای گپ آمدی که آزاد از راه درست منصرف بسازم. او راه درست باعث تباهی آزاد میشه استاد. در قدم اول از قصر جدا شد. حالی هم تمام دارایی خود از دست خواهد داد، به سرپناه خود ماند. اعتبارش، کارش، خانهش، تمام داراییش، همه چیز خود از دست خواهد داد استاد. هیچ چیز برش نخواهد ماند، باور کنید. او آدم بسیار خوبه است. برات یک نصیحت میکنم، به جایی که پشت آزاده بگیری برو شب و روز به خاطری که خداوند مثل آزاد یک بچه مهربان داده دعا کن. فکر میکنی خاموش بودن و بی تفاوت بودن در مقابل بی‌عدالتی بهتر است؟ به نظرتان وضعیت فعلی خوبتر از استاد؟ آزاد به او معلم کمک میکنه. اگه فردا یا پس فردا دوران زهرا را پیدا کنه، شاید معلم از بین ببره و به خاطر که آزاد به او معلم کمک کرده نوجین مادرم بچه بیگناه مرا حق کنه. تو غیر از آزاد درباره او طفل که کم بود از بین بره کم فکر کن دخترم. درست است که تو مادر هستی. مادرها دریای مهربانی هستن، نه دریای محبت. از محبت دیر یا زود توقع می داشته باشن، اما شفقت هرچی بزرگان باشه ازش توقع نمی کنن. من ازت می خواهم مثل یک مادر رفتار کنی. و اولاد یک مادر است.
در بدیل جان دادن همیشه دخترم. حق با شماست استاد، حق با شماست، اما من یک خانم هستم، به تنهایی چی کردم میتونم؟ تو خودت دست کم گرفتی. کسی که باورش از دست داده باشه کار کردن نمیتونه. خدا را شکر آزاد در مقابل بی‌عدالتی بی تفاوت نشسته و تا حد توان مبارزه میکنه. حداقل مخالفت قلبیام پایین ترین مرتبه راه حق است. این کار خو از دستت میآید، همه نیست؟ زینب از اینکه نتانست به بسیار جگرخون شد. حتما کار مهمه داشت. بیچاره چی میکرد؟ دزم شماره ما برش دادم. اگر زهرا برش زنگ بزنه او برای ما خبر میده. به امید خدا میفهمم کنه تنها نمیمانیم و دختر هوشیار است، یا حتما به ما زنگ میزنه یا اینجا میایم. ملکه تو خوب هستی؟ بیبی اگر گوشنه هستی برای چیزا بخرم. جانم هیچ چیز دلم نمیشه، نمیخوایم چیز بخورم. زهرا بفرمایین مادر. ملکه دخترم چی شد؟ زهرا رو پیدا کرده تا نیستی؟ نه خیر، هنوز منتظر هستیم مادر. اگه خفه نمیشین قطع کنین، شاید که زهرا برام زنگ بزنه مصروف نشم. قطع میکنم دخترم، اگه او رو پیدا کردی برام خبر بده، منتظر هستم. ملکه دخترم متوجه خود باش. او دختر رو پیدا کردن نتانستن؟ نه خیر. دختر بیعقل به خاطر یک دختر بیگانه دیهاتی زندگیشه به خطر مندازه. هنوز هم متوجه نیست که با چه قسم آدم مقابل است. تو باید از همه بهتر دختر خودت درک کنی آقا سمه. او سمه که بارها به خاطر مبارزه با حق تهدید میشد، اما دوباره با شهامت به کار خود ادامه میداد. حالا او کجاست؟ جواب بده. تو چطور میتونی به این اندازه بی تفاوت باشی؟ فعلا موضوع من نیست، موضوع زندگی خانواده ایم است. جانان موضوع زندگی ملکه است. تو با گرفتن طفل او دختر به حد کافی در حقش ظلم ستم کردی. واسط بگستمه هر بلایی که سر ما میآید فقط به خاطر او گناه است که انجام دادیم. چرا نمیفهمی؟ هر کاری را که انجام دادیم به خاطر خوبی ملکه دختر ما بود. از به دنیا آوردن طفلش کم جنجال ندیده بودیم، تازه راحت شده بودیم. و حالی دختر دیهاتی. من نمیتونم شاید تبایی دختر ما باشم جانان. دخترت همراهی کسی که دوستش داشت عروسی کرده بود، تو به خاطر رسم و رواج به معنای قریه اونا رو جدا ساختی. نفسم قید میشه، نفس کشیدن نمیتونم. من دیگه باید بیرون برم. خدا جزای تبتا. ناشتای تازه آوردیم. ناشتا ببرین. بیاین ناشتای تازه ببرین که خلاص میشه. تازه ناشتا آوردیم. ناشتای تازه ببرین. ناشتا بگیرین. وای اوف، خدایا حالی چی خواهد کردم؟ ناشتای تازه بگیرین. بیاین که خلاص میشه. وای یوسف، بسیار پول به دست آوردی. چی کنیم؟ قسمت است دیگه. امروز باید جشن بگیریم. جشن؟ بله، این خوشی را باید تجلیل کنیم. کجا گم شد؟ کل جای پالیدیم. امام نمیفهمم خان صاحب. بریم یک بار از اونا بپرسیم، شاید دیده باشن. راست میگن، بریم ازشان بپرسیم.
جوانا ازتان یک سوال دارم. نه که شما پلیس هستیم؟ نه خیر شیر بچه، نیستم، راحت باش. عکس بچه ای دخترم میپالیم، از خانه فرار کرده. شما ای رو ندیدین؟ کسی که همراه ما همکاری کنه ما هم پاداشش میتم. چی شده؟ ایره دیدی؟ نه خیر ندیدیم. بچم اگه تو ندیدی پس چرا طرف یک سال داری؟ ها؟ توبه ما نادار هستیم، با ما صدقه بتین تا گم شدیتان پیدا شود کاکا جان. خدا بتید. از رفتارشان معلوم میشه که بسیار خسیس هستن. دعا میکنم که گمشدهشان پیدا نکنم. براتان زنگ است. کی از خان صاحب؟ خدایا صبر بچه. بگا چی گپ است؟ خان صاحب استاد آزاد اینجا آمدن. بیاین ناشتا بگیرین. بیا در یک دانه ناشتا بده. بگی نوش جانت. سلام میبخشین من چطور میتونم از اینجا به ترمینال برم؟ همی جاده را تا آخر ادامه بده. با باغچه چای میرسی، تا آخرش که رسیدی طرف چپ در بخو. 5 دقیقه که پیاده روی کردی باز ترمینال پیش ریت میاد. زنده باشین. خدایا در پناه خود حفظش کن. خدایا خودت محافظش باش، او بسیار خورده است. خدایا خودت تو را محافظت کن. یارم حفاظتش کن.
خوب هستی؟ نه کرایه تا گم کردی دخترم. چرا پریشان معلوم میشی ها؟ برای خدا گم کردی دخترم بگو. نه خیر، گم نشدیم. راستش ما تازه به شهر آمدیم. باید زودتر خانه برو، مادرم منتظرم است. درست است. اگه یک بار دختر را پیدا کنم باز خوب میفهمم چه قسم برش جزا بدم. تمامش گناه او معلم از خان صاحب. او به دخترم یاد داده. اگر نه دخترم هیچ جای بلد نبود، اگه حال پشیمانم شده باشه دیگه فایده نداره. آها ببین اونجاستن. وای وای، او معلمه که شیطان آزاد خانم فریب داده. چی شده؟ قسم معلوم بشه که چیزی را گم کرده باشه. حساب ای کار خودم میپردازه. هر دویتون با دستای خود از بین میبرم. دوران از اینجا گم شو. چرا؟ همیالا آمده. ایخا زود نمیره. کلش از دست شماست. زندگی او طفلت تبا ساختین. اگه سر او کدام بلای آمده باشه، اگه او رو چیز شده باشه چی؟ تمامش گناه تو است. تو دختر فرار داده به استانبول روان کردی. پس چی میکردم؟ به او قصر تنها میماندمش تا شب روز لطه کوب میشد؟ چرا دروغ میگی استاد محترم؟ دخترم در قصر بسیار راحت و آرام زندگی میکرد. تو دخترم فریب دادی. دخترم به خاطر نجات دادن زندگی بدرش عروسی کرد. اگه تو دخترم فریب نمیدادی امروز در این وضعیت نمی بودیم. دروغ میگم. گوش که چی میگم. اگه میار از اینجا گم نشین با اردویتان بسیار بد خواهد شد. فهمیدین؟ تو چه قسم یک پدر هستی ها؟ به اندازه زندگی بچه زندگی دختر ارزش نداره؟ فرمان از بین نرفت اما زهرا را زنده به گور کردین. دزم شما به جای زندگی فرمان و برفین زندگی یک طفل از بین بردین. آینده او بیچاره را مد نظر نگرفتین. شما قاتل هستین. همگیتان قاتل هستین. مالک لطفا آرام باش. ناق وقت خود از زایه نساز. اینا کی وجدان دارن. زهرا خانم بیادرت برات بسیار ارزش داشته آزاد. ببینه به خاطر محافظت او حتی تا استانبول آمدی یا به خاطر محافظت کس دیگه به اینجا آمدی؟ دوران به اوش بیا. اگه نمیفهم که تو را چه قسم به اوش بیارم. چرا اینقدر زود عصبانی میشی؟ کسی که همراه ملکه تا استانبول آمد ما بودم. این خیر قسم میخورم که بار نمیپرسم خانسه. بفرمایید. روز بخیر. درباره دختره که گفته بودین گم شده زهرا چند دقیقه پیش او را با اوضاع آوردن. آماده او را تسلیم شده میتونید. تشکر همیاله میای. راشد بگوین خان صاحب. بهتر است که ما بریم. اینا میخواین تنها باشن مزاحمت نمیکنیم. خب خدا یارتان. دعا کنین قبل از ما شما و دختر پیدا کنین. وقتتان خوش. آدمای احمق. ملک آرام باش. ببی اگر زهرا پیش ای احمقانه باشه با این مناست که او حتما تناست و این یک خبر خوب است. درست است؟ اما باید هرچی عاجل زهرا را پیدا کنیم. خدا مهربان است. خان صاحب کمی منتظر می بودیم. معلوم است که زهرا هم اینجا میه. دیوانه نشو. کسی که زنگ زده بود پلیس بود. زهرا را پیدا کرد. الله زنده باد. بسیار خبر خوش است. حالا پیش دخترم میریم با پایتان افتیده. ازتان معذرت میخوام. او را خانه میبریم اما چیز مثل سابق خوب میشه. درست میگم خان صاحب؟ اما نیست؟ خان صاحب صبر کنین. کیره میگم خان صاحب صبر کنین یک دقیقه.
بسیار مقبول معلوم می شدی. به خاطر که همراه معشوق عروسی میکردم، اما حال کل چیز ختم شد. ما را جدا میسازن فرمان. دیگه چاره نداشتم برفین. وقتی خواهر خودت در شفاخانه دیدم، یک بار این وضعیت ما را ببین. فکر میکنی اگه زهرا را پیدا کنن چی میکنن ها؟ شاید پیدا کده نتونن. اگه زهرا را پیدا کردن نتونن، بدیل از بین میره. حتی اگه جان ما را ببخشن دیگه هرگز یکی دیگه خدا دیده نمیتونه. بعد از اون من بدون تو چه قسم زندگی کنم فرمان؟ و تو یک دقیقه بدون من زندگی کردم میتونی؟ فقط که تنها تو به خاطر خواهرت قربانی دادی. ببین من چی مشکلات را در اینجا تحمل میکنم، اما تو متوجه نیستی فرمان. اگر تو سر خواهرم تهمت نمیکردی، او بیچارم لطو کوب نمیشد. تمام اتفاقاتم رخ نمیداد. خدا میفهمه حال در چی وضعیت است. فقط که وضعیت زهرا به برفین خانه مهم است و برش ارزش داره. زهرا گم شده، پیداش کردن نمیتونن. ای که گوشنس یا سیر هیچ معلوم نیست. تمام اینا فقط به خاطر تو است. زندگی اولادای من نابود ساختی. اول زندگی بچه من تبا ساختی، حالی هم از دختر من. خداوند جزایتان بده. الهیم کن فرمان. آرام باشین مادر جان، چی میکنین لطفاً؟ کلش از خاطر تو شده. زندگی اولادای من تبا ساختی. گم شو از این خانه برو. گفتم گم شو. بس کنین مادر. از اینجا برو. آرام باشین مادر. برفین حال خانم است. از اینجا هیچ جایی نمیره. بفرمایین اینجاست. بفرمایین. زهرا، او بابا. بله، کسی را که میخواستین پیدا کردم. کاملا قسمی که میخوایم آمتور است. هیچ کسی کوی نداره. چند ساعت است که گشنه و تشنه هر طرف سرگردان میگرده. اگه از نزدیک ببینیش مثل ماهی است که تازه از آب بیرون شده باشه. حتما از خانه فرار کرده. خان صاحب، 2 نفر آمدن در دفتر هستن. آزاد خانه کار دارن. باشو. خوش آمدین. بفرمایین. با آزاد خان کار داریم. اونا نیستن؟ نه خیر، با خاطر یک کار به استانبول رفته. ما میتونم براتون کمک کنم. طرحهای جدید آمده، میخواستیم اونا رو ببینیم. ها، درست است. حتما هم اینجاست. ما براتون نشان میتونم. امیالا پیدایش میکنم. ما میریم. وقتی که آزاد خان آمد باز میاییم. میبخشیم که با زحمت شدیم. فقط آزاد براتون مال اصل مفروشه. راستش نمیفهم شما سر چی آزاد اعتبار دارین.
سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدین. اگه وقت دارین میخوایم چند دقیقه همراهتان گپ بزنم. شما اشتباه میکنین قدیم خان. همراه آزاد حق تلفی میکنین. او فقط کوشش میکنه خونای ناحق ریخته نشه. نیت و هدفش کاملا سالم است. آزاد کارهایی که مربوطش نمیشه مداخله میکنه. او دختر رسم و رواج ما را زیر پای کده. اگر رسم و رواج اشتباه باشه زیر پا کدنش گناست؟ پس لازم نیست که مداخله کنی آقا ابراهیم و با فکر خانواده ما نباش. خود ما بسیار خوب میفهمیم که چی کنیم. اگه میفهمیدین این اتفاقات رخ نمیداد، اگه از اول برفی نمیبخشیدین، هیچ وقت با این هم مواجه نمیشدین. زد کردین که بدیل میگیرین. نمیفهمم با کدام عقل. با او دختر بیچاره ظلم کردین. ببینین او تصمیم مادرم گرفته. گفت که بدل میگیرم. با مادر خود مخالفت میکردم. گپش زیر پای میکردم. تو خود استاد میگی. پس چرا مادرم نمیفهمانی؟ اگه همیشه به گپای مادرتان گوش میدادین، حال به این مشکلات روبرو نمیشدین. یک طفل خرد روز شده نمیتونه. اگه این موضوع را درک میکردین، مادرتان هم با شما مخالفت نمیکرد. وظیفه ما اجرا ساختن امر مادرم است. گپ آخرم امی است که هرچی مادرم بگویه امو میشه. اگر کدام گفتنی داری بهتر است بری به مادرم بگویی. چند ساعت است که منتظر هستیم و دختر چی شد؟ شهر بزرگی است. خداوند ازش محافظت کنه. حق با تو بود. باید منتظر می بودم. دازم قرار بود دور از قصر به یک خانه دیگه ببری. بعد از اون میتونست به مکتب بره. حال قسم بیشتر با خطر مواجه است. تشویش نکن جانم. ده بار فکر نکن. فعلا باید ده بار فکر کنیم که برای چی قدم میتونیم. بیبی ازی که تا اینجا آمدیم نقشه تو را تطبیق میکنیم ملکه. یعنی زهرا را به مراجع حقوقی اطفال تسلیم میکنیم. درست است؟ مسابقه بتیم؟ بله چرا نه؟ برین جای بگیرین. برین. بهتر است که دیگه خانه بریم. اما پدر نوامدیم. میخوایم مسابقه بتیم. باز یک روز دیگه بیاین. بریم. چرا از ما فرار میکنن؟ میترسه که ما یک بار اولادایش نخوریم. نگی دخترم در زمین افتاد. وای دختر بیچاره. نوش جانه. اجازه است بشینم؟ حسرت میخورم که چرا از طفلیتم خوب استفاده نکردم. تو باید قدری روزا رو بفهمی دختر جان.
اگه نه باز مثل ما پشیمان میشی. فکر میکنم که به دختر مزاحمت میکنم. این کاری قسم پیش نمیره. از این طریق خود را پیدا کردن نمیتونه. ما موافق هستم تا پیدا کردن دختر یک بار تلف نشیم، اما در این را که آمدیم باید ادامه بتیم. تا زهرا را پیدا نکردیم ادامه بتیم. یک راه دیگه به پیدا کردن او وجود داره. چی از خان صاحب؟ آزاد و ملکه را تعقیب میکنیم. اونا حتما چیزی را میفهمن. زهرا هم کوشش میکنه تا اونا را پیدا کنه. آفرین خان صاحب، حتی در فکر شیطانم نمیه. منظورم این است که فکر خوب است. آفرین به ذکاوتتان. از یک بار بخورین بسیار مزه‌دار، بسیار مزه‌دار است. خودت میفهمی دیگه. تو چند ساله هستی دخترم؟ 13 هستم. اما پدرم زیاد ساختش. میفهمی من بسن تو یک دختر دارم. صنف 8 مکتب است. تو هم مکتب میری؟ فکر کنم در شهر نابلد هستی. باید متوجه باشی. در شهر رقم آدم وجود داره. خدا نگاه کنه نشه که کدامش برات یک بار ضرر برسانن دختره. ما در ترمینال کار میکنم. آدم های مختلف اونجا میایم. با چشمای خود میبینم بسیار پریشان میشم. گفتی ترمینال؟ بله درست شنیدی جانم. میشه نشانی اونجا را برام بگویی؟ یعنی به اینجا نزدیک است؟ بسیار نزدیک است. مام همیاله میخوایم سر وظیفه برم. اگه بخوای تو رو برده میتونم. بله یعنی بسیار خوب میشه. درست است پس بیا که بریم. او آدم میخوای دخترک فریب بده. راستش به او مقبولک دلم میسوزه. خدایا به من قوت و توان ببخش. این کار بخیر تمام بساز. خدایا او هنوز بسیار خورده است. او رسته او سالم نگاه کو. او هنوز بسیار خورده است. خدایا او را نگاه کو. خدایا تو نجات دهنده هستی. او را در پناه خود حفظ کو. خداوند او را از آفت حفظ کو. خداوند او را در پناه خود نگاه کو. خدایا خودت محافظش باش. بیبی من از بیشتر تحمل نمیتونم. منتظر بودن نمیتونم. امکان داره سر زهرا کدام بلایی آمده باشه. بس از دیگه باید به پلیس خبر بدیم. راشد حتما خبر داده. زهرا از ما فرار میکنم. وقتی اینا رو ببینه حتما پیششان میره. فقط منتظر میباشه. بالاخره او حتما میآید. یا اینا پیش او دختر میره. گشنه هستی؟ اول غذا میخوری. دونر کباب اینجا بسیار مشهور و مزه‌دار است. نه خیر زنده باشی. میبخشی چند دقیقه بعد میرسیم؟ کم مانده اما از اینجا در تاکسی سوار میشیم تا زودتر اونجا برسیم. نه لازم نیست پیاده میریم. نه خیر نمیشه دخترم. اینجا استانبول است. پای پیاده نمیرسی. بیا سوار شو.
صبر کو فریبیره نخوری تو را میبره و سرت کار میکنه ببین چی میگم ما را راحت بانو مزاحمت نکو احمق نری این فریب کار است از اینجا گم شو اگر زخمی میشی از جان خود سیر شدی چطور؟ تو هم سوار شو زود باش روش کنی سوار نشی برو فرار کو عجله کو خدا جزای تا بته فرار کردیم تو خوب هستی؟ بابا دست نزن نجاتت دادیم امی تشکر کردنت است کسی که باعث شد ما به این حالت برسه فقط تو هستی تو به عکس ما دزدی کردی داخلش یک شماره بسیار مهم بود قرار بود دوست معلمم به گرفتنم بیاید میفهمی ما به خاطر تو به این حالت رسیدیم به خاطر تو ما به کس زنگ زدن نتونستم بیچاره شدم پولت پس داده نمیتونم شاید وقت مصرفش کرده باشن اما اگه خواسته باشی بکست پیدا کرده پس برات میارم راست میگی؟ بعد از گرفتن پولت بکست در زباله‌دانی انداختم حتما همونجاست زباله رو شبانه جمع میکنن یک دقیقه صبر کن ما با کدام دلیل سر تو باور کنم؟ تو یک دوست لوده هستی اما دروغگوی نیستم خودم میفهمم که این کار درست نیست فقط به خاطر زیر ساختن شکم خودی کارم میکنم ببین ما مثل تو هستم کسی نیست که سرش اعتماد کنم گپایش باور کنم هیچ سرپناهی ندارم نوش جانتان بفرمایید عروس کوچکتان کجاست؟ چرا هجده اطراف دیده نمیشه؟ نمیایه به ما خوش آمدید بگویه؟ جانم لطفاً ای بار ببخشینش بار دیگه که اینجا آمدین حتما به دیدنتان میایه نیک مریض است سو وقت گلسوم دیدم بیچاره بسیار گریه میکرد از همسایه شنیدم که عدی خانم بسیار لطو کوبش کرده حتی کارش به شفاخانه رسیده شما از عروس کوچک چی میخواستین؟ راستش بسیار دختر خوب و هوشیار است از امی خاطر رو در اتاق زندانی ساختین؟ در اتاقش زندانی نیست دازم کسی برش ضرر نرسانده اون ناسپاس خودش از خانه فرار کرده دخترم به خمرای ما بیا نیک دیوانه شدی دختر تو چرا هیچ متوجه گپایت نیستی مادر جان بس از دیگه به خاطر او دختر احمق چی بلا نیست که سر ما نامده همگی ما را گناهکار میگن باز او را حق به جانب میگن خواستم حقیقت بفهمن مادر مادر باز اینجا چی گپ است؟ درباره چی گپ میزنه؟ چی باشه؟ این خواهر احمقت به مهمانا گفت که زهرا فرار کرده عقلت از دست دادی دختر اگه ای گپ دید شوه زهرا را میکشن هنوز خوب است گوش کن تو فکر کردی باز بیادرت زنده خاط ماندن ها؟ تو چرا قدر بیعقلی میکنی؟ معلوم دارست که در این صورت بیادرت زهرا حمایت میکنه باز کوکای تو از من میبره مادر قرارتم حقش برش نمیته دخترم یک بارم در این باره فکر نکدی ها؟ در این باره فکر نکدی؟ بی از اوی گپ سر زبان همسایه است میگن که کرمانیا به خاطر عروس خوردشان یک روز 12 روز بعدش در شفاخانه هستن تمام خوشی او خانواده از بین رفته خواهر جانم قرار نیست خانواده کرمانی به یک دختر خرد احمق تسلیم شوند البته که جزایش خواهد دادن اما تو نیست نوجین مادر شما به خاطر جاسوسی کردن خانه ما آمدین؟
که بعدن رفته به کلگی بگویی؟ زنای بیعقل؟ قرار نیست که از شما یاد بگیریم که چی کنیم و چی نه. نه خیر نه، اما تو آمدیم نجین مادر. ما دیگه میریم، بسیار ناوقت شده. خداحافظ. بفرمایید. با خدا میسپارمتان. خداحافظتون. از که خانه ما آمده ای قسم گپاره میزنن. خدا میفهمه قریه رفته چی خود گفتن. حال دیگه کاری که باید شوه واضح است. عروس کوچک پیدا کده اینجا میارن. بعد از او هم نظر بر رسم و رواج برش جزا داده خود شد. پس برفین و فرمان چی خواهد شد مادر؟ نظر بر رسم و رواج قریه ما عروسیشان فسخ خود شد و آزادم جزای خودم میبینه به خاطر کمک کردن به زهرا. نه خیر، جزا نمیبینه. او بیگناست. ما کمک کردم تا او فرار کنه. کلکین اتاق باز کردم و گفتم برو. اگه قرار باشه کسی جزا ببینه، او فقط ما هستم، بیادرم نیست. علی! علی! مطمئن هستی در داخل همی انداختیش؟ مطمئن هستم. تمام بکتایی را که دزدی میکنی همین جمع اندازیش؟ ها همی بکسم است. بالاخره پیداش کردم. داخلش سیل کن. نجات پیدا میکنم. شماره استادم شماره دوستش در کاغذ نوشته است. اگه به اونا زنگ بزنم پیدایم میکنن. قبل از اینکه پدرم مرا پیدا کنه اونو مرا نجات میدن. اما ای پاک شده. بیبی حتی نصفش خونده نمیشه. یک بار برم بده. ای 4 است. نه خیر، هیچ خونده نمیشه. ناق زحمت نکش. اگه بیگمه یک جای خشک منداختی بازتو نمیشد. حالا من چی خواهد کردم؟ خدایا لطفاً کمکم کن. کدام شماره دیگر را بیاد نداری که از او بپرسی؟ فقط شماره خانه را بیاد دارم و بس. خب از دیگه به مادرت زنگ بزن تا شماره استادتانو برات پیدا کنه. اما من موبایل دارم و نه پول. چه قسم زنگ بزنم؟ توی کارا با ما بان. چی؟ نه که میخوایی دزدی کنی؟ نه خیر، نمیشه. امکان نداره. اوف. کاکا جان، به یه اندازه دختر 13 ساله چشمابی را ندیدین؟ نه خیر نه بچیم. درست از زنده باشین. تشکر. چی شد؟ چیز فهمیدی؟ نه خیر، کسی ندیده. خدایا کمک کن. شام شده. او دختر کجا رفته باشه؟ باور کن از تشویش زیاد کم از دیوانه شوم آزاد. معلوم میشه که زهرا دوباره اینجا نمیآید. یعنی منتظر بودن ما کاملا بیفایده است. بیا که من تو را خانه دوستت برسانم. بعد از او ما به تنهایی آمده و منتظر میباشم. نمیشه. من نمیتونم بدون یافتن زهرا جایی برم.
پس بیا که برات غذا بگیرم. از صبح تا حال چیز نخوردی ضعف میکنی ملکه. تا وقتی نفهمم او گشنه سیاسیر من چطور غذا خورده میتونم. اگر دورانشان را پیدا کنن یا پیداش کرده باشن چی؟